اومدیم به کانال یوتیوب خودتون. قراره امروز کلی دور هم بخندیم و کلی خوش بگذرونیم. پس بریم واسه ویدیوهای امروز. این سراغ اولین ویدیو. سلام، جذابترین عضله پسرها از نظر شما؟ از نظر من سرشونه. شما چی؟ از نظر منم قطعا سرشونه. سلام، جذابترین عضله پسرها. شما به من بگین که از نظر شما تو بدن پسرها کدوم عضله جذاب‌تره و وقتی نگاه می‌کنی بیشتر خوشت میاد. کامنت کنین واسم. وقتی بهم میگن تو محل کارت زیاد با همکارات صمیمی نشو. چیکار می‌کنی؟ چجوری به ذهنش رسید که از دهنه و مامان کاسه استفاده کنه؟ یکی نوشته که دوست پسرم حتما داره خیانت میکنه بهم که جواب تلفن رو نمیده. دوست پسرش. یکی نوشته که داداش توش نمک کم میریختی که اگه گلو درد و چیزی هم داشت خوب میشد. این میگه خواسته درمانیش کنه. همین خوبه. تعجب کرد. صحبت کن بعدا میگیرم اگه دوسته. پایه عزیز دلی رضایت میدی با اینو بذاری؟ بله رضایت همون چه؟ عزیز دلی اصلا قابلی شما شده هست؟ انقدر بدم میاد وسط غیبت کردنی یهو میگن به ما چه؟ به ما چه؟ به ما خیلی چه؟ واقعا ما یه تمرینی داریم دیمه جز غیبت همونم دیدم با بگیرید همونم بدن واقعا تازگی ها محققا میگن که غیبت کردن باعث سلامتی و شادی میشه. پس به نظرم غیبت کنید ولی بگه ضرر نرسونید دیگه. ولی غیبت ها یه نفر کامنت گذاشته که فقط اونجایی که میگن نه من تو روشم میگم. اینجور آدم ها چیزن نترسن. چیز بدی نمیگیم در موردشون، نترسن. من تو روشم میگم. داداش چی شد که تو اینقدر با ما راحت شدی؟ بریم برای دیت سالمندا. داشون خیلی خوشم اومد ازش. جان ازش خیلی خوشم اومد. سلامت خواهش ما. نظر شما چیه؟ خیلی لطفه. خواهش جان ما. خیلی لطفه. خیلی لطفه. خواهش مونم. خیلی ممنونم واقعا. خواهش مونم. بفرما. نگاه کنید خجالت بکشید. تو خجالت بکش. نه دیگه خجالت بکشید. از شما جوان‌تر، از شما مامان‌تر، از شما خوشگل‌تر. مبارک باشه. برو. مبارک باشه. برو. عالی بود. وای عالی بود. یکی نوشته که بچه یادتونه تو کلیپ های قبلی میگفتن که خانواده های اینا کجان؟ اینا دقیقا خانواده هایی که اینجان. اینا خودشون یه جای دیگه سرگرم برنامه. خیلی بامزدن. به نظر من خیلی باحاله که تو هر سنی براشون این ویدیوها و برنامه‌های چالش درست میشه، چون اینا هم طالب خودشونو دارن دیگه. سوالشون خیلی باحاله. خرج داره. اینا برای رفیقام بریم براشون همه چی گرفتم. رفاقت هزینه بسیار بالا. بخورید حال کنید. آقا هندونه است
پیتزا ارزم به خدمت شما موز گوجه سبز بخور شیرینی بیا شیرینی بزن خلاصه همه باید برای رفیقامون خرج کنیم آقا برای رفیقت هزینه کن خرج کن بخور رفیق باید باشم باید گنده تو بگم وای چقدر بامزه خراب از اون خراب خیلی قیافش نمیکنه بیا بخور پیتزا پیتزا رو نبر یکی نوشته که کاش میتونستیم تو زندگیمون انقدر جدی باشیم. یعنی یه جوری که واقعا اینو جدی دارن داستانش میکنن حس میگیرن تو زندگی واقعی هم اگه میتونستیم اینطوری باشیم عالی بود. هر ثانیه این لایف 100 نفر اومدی تو لایو اومد فالوورت بودم. از کی فالوور منی؟ تو من بدم میاد بگی فالوور بگو دوسته. من به اینا همه میگم دوست فالوور یعنی چی؟ بعد بگی نگاه کن از کی به اینجا چطور ندیدمه؟ یه ماهی میشه. بذار کامینتا رو ببندم ببینمه. یه ماه تو لایو منی درد بلاد چطور ندیدمه؟ میگه خدا میگم خیلی قشنگی نیستی بدون آرایشم. قربونتون بدون آرایشه. اوه چند راحت کوله ایستد با بدون آرایش هم رفت یه ساده به هوش مصنوعی گفتم عکسم رو تبدیل ویدیو کنم. کدوم طرفی بود؟ شما فهمیدین؟ اوه بریم بلا آیلا خانم نمیدونستم میخوای یه روزی بیای یه روزی هم نه دیگه آشغال خونه است دیگه بنداز یه دیدم از این بر اون بر کنی. چه دیدی؟ بهم شک داری؟ اومدم آشغال بندازم. از همین آشغالش رو میشه یه بار آشغال میندازی 2 بار آشغال میندازی 3 بار آشغال میندازی 4مین بار یهو دیدی دیدبانت میره به این بر اون بر کلا رابطه رو خراب میکنی. بیا همین آشغال رو بنداز خونه شب دوباره خودم باید بیام بندازم. الان خودت هم بعدا میفهمی کلا رابطه باید گرم نمونه نباید بیایی نرمجاری کن برو. کامنت های این ویدیو خیلی باحاله. یکی نوشته اولین باری که فارسی متوجه نمیشم. راست میگه مثلا نمیفهمم چی میگه. با کلمات به هم ریخته جمله بسازید 5 نمره. نظری ندارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. با اون دستای خوشگلتون لایک و سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی خدافظ.